نه، اصلا سر قبر قرآن خوندن درست نیست، چه تبارک چه غیر تبارک. حکم رفتن سر قبر در روز خاص چیست؟ روز نباید مشخص کرد. سر قبرها رفتن، عموما قبرستان رفتن سنته، برای که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میفرماید من شما را زیارت قبرها منع کردم، لیکن الان به شما اجازه میدم برید تا اینکه شما را به یاد آخرت بیندازید. نه اینکه یک قبر رو بتخانه کرد. قبرستان عموما، مثلا در تاجیکستان هر روز جمعه بعد از نماز فجر قبرستان را زیارت میکنن. این کار درست نیست که روز رو مشخص کنن. روز نباید مشخص کرد. حتی که ابن قیم جوزی در کتاب روحش میبره که از تابعین بزرگه میگه پدر ما در گور موندم، هر ساعت شنبه میرفتم. ابن قیم جوزی روایت میکنه. این تابعین نامش علامه اصفهانی بود، میگه میرفتم میگه سری گوری پدرم دعا میکردم، همون روز شنبه دعا کردم. به سر قبر جای دعا نیست، جای دعا مسجده، جای دعا وقت نمازه. سر قبر شما میری بر قبرها سلام میکنید، بر مردگان عموما سلام میکنید. دعای خاصی هم کردید همینجوری مشکلی نیست. من میگه قبرستان داشتم تماشا کردم، میگم در غنابون برد پدرم همی گروش خیست همین قدر زیبای پدرم، میگم بخشوای میگه پرسی همش داستانه. تصوف و تشیع و مسیحیت همش داستان، قصه ها، افسانه ها. دیدم که اوتاشون چی حال داری؟ در لحد موندم تا یک زروخش خراب بدی، چقدر لاغر بدی، چقدر خشرو بشدی؟ ای کجای خشروگی؟ گفت فرزندم مولانا، فرزندم امام بزرگ، همین روزای شنبه میبیایی تبارک میخونی و برکت تبارک خدا ما را هم خشرو کرده. کتابی روی ابن قیم جوزی. ابن قیم چون حرفی نمیزنه، دروغ میگی. این دروغ به ابن قیم نباید نسبت بدید و تازه ایشون هم گفته باشه که ایشون نمیگه قبرستان جای قرآن خوندن نیست. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نه چون این دستوری داده، دین رو کامل کرده، نگفته که بر سر قبرها قرآن بخونید. دقت میکنید قرآن جا خوندنش در نماز، در مسجد، در یعنی در قبرستان نیست.